امیدعلی هستم با یک آپشن دیگه. اومدیم رو پراد سامانه موشکی زمین و هوا گذاشتیم که از این قسمت گردگیر باز میشه و سامانه فعال میشه و شلیک رو انجام میده. حالا درست فانتزی هستش ولی با یک تغییر جزئی میتونیم به واقعیتش تبدیل کنیم. الان ما سیستم رو فعال میکنیم تا در گردگیر باز شه. همونجوری میبینیم که باز شد و سکوی پرتو هم به حالت 90 درجه در اومد که ما داخلش از این موشک‌های زابل 1 که مجهز به کلاهک هسته‌ایه که با خاک‌های 120 روزه ساخته شده که الان ما سیستم پرتابش رو فعال میکنیم تا شلیک انجام بشه. همچنین فعال شد و انجام شد.